امروز اگر ما به فضای اطلاعاتی نظر کنیم، خود آنها سر کردن همین مناقشه را. امروز جانب تاجیکستان را به همین این گناهکار می سازند. و البته اگر ما به خود همین قرقیزستان نظر کنیم، در دوره استقلالیت خود به تاریخ همین ملت قرقیز، من درباره تشکل آنها همچون ملت نظر کنیم، آنها یک مردمی کوچمنچی بودند، مردمی کوچی بودند. آنها یگان وقت صاحب یگان دولتی متمرکز متشکل نبودند. در حیات این یا آن دولت مثلا اگر ما گریم موجی وارد شوی قبیله های گوییم ترک زبان چند موجی وارد شوی است، بیشتر همین قرقیز ها با همین موج به آسیای میانه وارد شدند. اگر اونها امروز دعوای بسیار تاریخ بافی تاریخ سازی میکنند، یکی برای تاریخ اثبات کردن بسیار عامل هایی هست که مثلا وقتی که دولت بنا میکنن و دولت حدود دارد، پایتخت دارد. پایتخت اونها مثلا پایتخت قدیمی اونها در کجاست؟ کدام شهرها را ساختن؟ کجا را بنا کردن؟